رسیدیم به بحث شیرین پارس ایلیکس. موتور قوی، هندلینگ بالا، قدرت خوب. ببین اصلا دیدی پارس ایلیکس تو جاده داره بهت نور بالا میده، یا خودت برو کنار یا به زور میکشتت کنار. تعارف و شوخی با هیچکی نداره. اصلا این ماشین فقط باید بره 0 تا 100 عالی. 9 ثانیه. قدرت موتور 110 اسب سر چرخ. هیولاییه برای خودش. مشکلای X27 رو دیگه نداره. واشر سرسیلند خیلی دیرتر میسوزونه، با اینکه سیلندرش بوشه تره ولی دیگه نه واشر میسوزونه نه چیزی. در کل ماشین عادیه. ندیدم تا حالا کسی ازش بد بگه. لقبم که داره سلطان. حالا این هم در مورد ماشین‌های مختلف صحبت کردیم، ولی خداوکیلی پارس ایلیکس هیچ عیبی نداره. مگه میشه ازش عیب گرفت؟ لقب داره، سلطانه. سلطانی میاره. تو جاده خدایی بی‌رقیبه. درسته گفتم این خوبه، ولی این عالیه. یالا چپک یالا